ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. میگه حتما ما شما را با یکی از این چیزها میسنجیم، با ترس، با گرسنگی و با کم کردن پول و اموالت و با کم کردن میوه هایت. اما خوشا بشارت برای صابران است. صبر، بزرگترین صبر این صبر کردن به دین است. صبر کردن به دین این به مانند گرفتن لخشه به دست است. شعری که رسول الله میگن القابض على دینه كالقابض على جمره، کسی که به دینش چنگ میزند مستحکم دیندار میشود و موحد میشود گویا که به لخشه چنگ زده است، درد و رنج میکشد، اما غریب است، بیچاره است، بیکس است، حمایت کننده بجز الله ندارد، معوای بجز الله ندارد، شکایت کننده بجز الله ندارد، هیچ کسی ندارد، غریب است، هیچ کسی به او نظر نمیگیرد، هیچ کسی به او احترام ندارد، اما بهترین و بزرگترین انسان در نزد الله است، زیرا که موحد است. اگر قسم بخورد و یگان چیزی را از الله بطلبد و یگان دعای بکند، دعایش در همون وقتش قبول میشه. این موحد است.